شرح سنه از امام بربهاری رحمت الله علیه. ما در اولین از این درس ها بعد مقدمه که با الحمدلله سر کرد که ما را الله به سوی اسلام هدایت نمود و با خیرترین این امت ما را قرار داد. سپس گفت که اسلام بدون که اسلام همان سنت است، همان اسلام است، یکی از آنها با دیگر نمیشه. سپس گفت که از سنت لازم گرفتن جماعت است. هر کس از جماعت روی می‌آورد و جماعت را ترک می‌نماید، ریسمان اسلام را از گردنش کشیده است، گمراه می‌شود و گمراه می‌نماید. و سپس فرمود که اساس آن چیزی که بنا می‌شود بر آن جماعت این اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هستند. این نکته مهم بود. الله رحم کند آنها را، همه آنها را. آنها اهل سنت هستند، اهل جماعت هستند و هر کسی که از آنها نگرفت گمراه شد، بدعت کاری کرد و هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی و اهل آن در آتش است گفت. و سپس قول عمر بن خطاب را آورد که گفت که برای هیچ کسی عذر نیست در آن گمراهی که آن را سوار می‌شود و گمان می‌برد که آن گمراهی هدایت است و در آن هدایتی که آن را ترک می‌نماید برای وی هم هیچ گناهی نیست، هیچ عذری نیست که آن را گمان می‌برد که گمراهی آن را ترک می‌نماید. به درستی که امور بیان شده است دیگر با کتاب و سنت حجت ثابت شده است و عذر از مردم برداشته شده است. و سپس فرمود که وذلك ان السنه والجماعه قد احكم امر الدين. به درستی سنت و جماعت، این سنت و جماعتی که تعریف کردیم بیان کردیم، این امر دین را کامل کردند، محکم کردند و برای مردم بیان شده است و بر مردم لازم است که اتباع و پیروی نمایند و به مردم لازم است که از آن اتباع و پیروی نمایند می‌فرماید. و سپس میگوید رحمت الله علیک اعلم رحمك الله، بدون که الله سبحانه و تعالی تو را شامل رحمتش قرار بدهد، ان الدین انما جاء من قبل الله، این دینی که ما هستیم این از جانب الله فرود آمدگی است. این دین از جانب الله سبحانه و تعالی فرود آمدگی است، نازل شدگی است. این نقطه بسیار نقطه زیبایی است. اگر همین کلمات را هر کسی بفهمد سبب نجات او بنده می شود. همین دین از جانب الله سبحانه و تعالی فرود آمدگی است. این را با چشم قلبش درک نماید و بفهمد از جانب الله سبحانه و تعالی آمده است. لم یوضع علی عقول الرجال و آرائهم، و این دین از عقل و فراست مردان و آرا و فکر اندیشه آنها گذاشته شدگی نیست. و علمه عند الله، و علم این دین در نزد الله سبحانه و تعالی است و عند رسول در نزد رسول الله صلی الله علیه و است. فلا تتبع شیئا بهواک، هیچ چیزی را با هوا و هوس خود پیگیری نکن. فتفرق عن دینی، از دین در دین تفریقه میشوی. فتخرج عن الاسلام، و از اسلام بیرون میگردی. فانه لا حجت لك، در این هنگام تو هیچ حجتی نداری. فقد بین رسول صلی الله علیه و سلم لامته السنه، چون رسول الله بر امتش سنت رو بیان کرده و اوضحها لاصحابه، بر اصحابش آن رو واضح روشن ذکر نمود. و هم جماعه، و آنها جماعت هستند. میگه ما اهل سنت و جماعت هستند، آنها جماعت هستند. از آنها پیروی درس گذشته. و هم سواد الاعظم، و آن سیاهی بزرگ هستند. و سواد الاعظم الحق، و آن بزرگان، آن سیاهی بزرگی که صحابگان هستند آنها در حق هستند و اهل آن در حق است. فمن خالف اصحاب رسول الله، اگر هر کسی که اصحاب رسول الله را مخالفت نمود، فی شیء من امر دینی، در چیز از امر دین، فقط کفر، به درستی کافر شد. هر کسی در چیز از امر دین اصحاب رسول الله را مخالفت نمود، شیخ میفرماید فقط کفر، به درستی کافر شده است. مصنف رحمت الله علیه هر کسی را که مخالفت نمود در امر دین، از امور دینی که معلوم در دین به ضرورت هستند، مثل ارکان اسلام 5 گانه، ارکان ایمان 6 گانه، کسی که اگر از آن را انکار نمود، یک از آنها را انکار کرد، به درستی کافر می شود. پس دین میفرماید که دین از جانب الله سبحانه و تعالی آمدگی است. این آن دین است که الله آن دین را بر این امت شریعت قرار داده و بر هیچ کسی جایز نیست که این دین را تغییر بدهد یا کم زیاد نماید. چون الله میفرماید که ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین، آیا آنها شریکان دارند که با آنها دین گذاشتن، چیزی را اضافه کردن، علاوه کردن، چیزی را داخل کردن، ما لم یأذن به الله، در آنچه که الله بر آنها اجازه نداده است. این انکار است از جانب الله سبحانه و تعالی و تحذیر است. میفرماید که دین آن چیزی است که الله شریعت کرده است و رسول الله آن را بر امت رسانده است. این از آن دینی که الله سبحانه و تعالی از آن دین راضی می شود. شرع لكم من الدین ما وصى به، شریعت قرار داد الله سبحانه و تعالی از این دین آنچه که وصیت کرد بر آن دین نوح را، والذی اوحینا الیک، و آنچه که بر تو ای محمد وحی کردیم، و ما وصینا به، و آنچه که بر وصیت کردیم با این دین ابراهیم را و موسی را و عیسی را، ان اقیموا الدین، دین را قائم نمایید،
ولا تتفرقوا فی، در آن تفریقه جویی نکنید. این از شریعت انبیا، خصوصا این پنجگانه، این اولوالعزم، این دین آنهاست، دین اسلام. کسی که از او روی آورد در آن اختلاف کرد هلاک می شود، گمراه می شود. این دینی که بنا شده است به توحید الله سبحانه و تعالی و ترک عبادت غیر او سبحانه و تعالی و قید آنچه که الله بر ما شریعت قرار داده است و دوری از آنچه که الله بر ما حرام کرده است. انا همین دین است. و قول مؤلف که لم یوضع على العقول رجال و آرائهم، این دین گذاشته نشده است بر عقل مردان و افکار مردم. پس آنچه که مردم دوست می‌دارن و خوب میشمارن از افکار اندیشه ها، آن دین نیست. این دین نیست. این آن دینی مردم است که آن را پیدا کردن خود. اما دین الله این آن شریعت است که توسط پیامبر آمده شد. اما افکار مردم، اندیشه های مردم، این به هیچ وجه دین شدن نمیتواند. این آن دین است که از فکر اندیشه های خود آوردن و احکام الهی را مخالفت نمودن. این به سوی الله سبحانه و تعالی منتسب نمی شود. به سوی الله منتسب می شود، دین بر الله واگذار می شود، به سوی الله برگردانده می شود آن چیزی که شریعت قرار داده است بر زبان رسولش. پس دین به سوی الله روانه کرده می شود چون این دین را الله توسط پیامبر بر قلب رسول الله آورد. برای الله چه فرمود؟ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا آنها شریکانی دارند؟ شریک می شوند در آنچه که الله آنها را شریک قرار داده است. و فرمود که و علمه عند الله و عند رسول، و علم این دین در نزد الله در نزد رسولش است. امور دین توقیفی است، یعنی که با قرآن و سنت ثابت میشد. امور دین ضرور است دلیل داشتن در امور دین از جانب الله و رسولش. در امور دین آن را ما قید می نماییم، این دین را با کتاب و سنت و ترک نوآوری ها و بدعت هایی که الله آن را نازل نکرده است. اگرچه که اهل آن را دین بشمارند، آن را خوب و نیکو بشمارند، اگرچه اهل آن زیاد هستند، با آن به سوی الله نزدیکی می نمایند و ما با سوی آنها باز نمیگردیم و با آنها ایمان هم نمی آوریم، چون دینی آن الله آن شریعت است که با واسطه رسولش آن را بر این اومده رسانید. چون دین مبنی بر علم است که از جانب الله و رسولش آمده است، نه از هوا و هوس مردم، نه آنچه که مردم آن را خوب میشمارند، خیلی خوب از گفته، خیلی خوب از گفته، یا که نه آنچه که مردم از دین نیست از آن بیشتر مردم پیروی می نمایند و اصل نیست و کتاب و سنت نیست. چون رسول الله فرمود که من احدث فی امرنا هذا ما ليس فهو رد. هر کسی که در دین ما، در امر ما چیزی رو پیدا کرد که آن را ما نگفت نکرد، پس به مردود است. من عمل عمل لیس علیه امر فهو رد. هر کار و عمل رو اجرا کرد که آن را ما امر نکردیم، نگفتیم، پس به مردود است. پس هر کسی که میخواد که عملش پذیرفته شود، قبول شود، صالح بگردد، مفید باشد، پس بر وی لازم است دو امر. یکم اخلاص در آن کارش از برای الله سبحانه و تعالی که ترک شرک است. دوم اتباع و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلاص یافتن از بدعت و نوپیداها. چون انسان در مخالفت ها در عقیده میبیند، مخالفت ها در عبادت ها زیاد است. مردم هوا و هوس ها دارن، رغبت ها دارن، فکر اندیشه ها دارن، راه و روش ها دارن. پس ما پیروی آنها نیستیم در این چیزها، در امور دین، بلکه از آنچه که آنها هستند از آنها روی میگردانیم به سوی کتاب و سنت. هر چه کتاب را موافقت نمود، سنت را موافقت نمود، پس وای حق است. هر چه کتاب را مخالفت نمود، وای باطل است. و قال مؤلف که فلا تتبع شیئا بهواک، هیچ چیز را با هوا و هوس خود پیروی نکن، هیچ چیز را با رغبت خود، با هوا و هوس خود نگیر و از آن پیروی نکن، بلکه هوا و هوس تو تابع آن چیزی که باشد که کتاب و سنت را به سوی آن راهنمایی میکند. رغبت نکن مگر در آن چیزی که در کتاب الله ذکر شده است، سنت پیامبر آن را بیان کرده است. این است راه نجات. پس اگر هوا و هوس خود را پیروی نمودی، کتاب و سنت ترک کردی، از جمله آن کسان قرار میگیری که از هوا و هوس پیروی کردی، از وحی الهی پیروی نکردی، از وحی الهی که نازل شده است به قلب پیامبر از آن پیروی نکردی. و الله میفرماید که فإن لم يستجيبوا لك، اگر سخن تو را اجابت نکردن، نپذیرفتن، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، بدان که بدرستی که آنها از هوا و هوس خود پیروی کردن. و من اضل ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. و چی کسی گمراه تر است که پیروی نمود هوا و هوس خود را
و هدایت رو ترک کرد، هدایت الله رو ترک کرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، به درستی که الله قوم ظالمان رو هدایت نمی‌کند. و الله می‌فرماید که فاحکم بینهم بما انزل الله، بین آنها آنچه که نازل شده است حکم نما، حکم فرما باش. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، و پیروی نکن هوا و هواس آنها را، مردم را، از آنچه که بر تو از حق آمده است آن را ترک نمایی. و می‌فرماید الله سبحانه و تعالی ثم جعلناك على شریعة من الامر، به درستی که ما تو را گرداندیم بر شریعت و بر امر، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پس پیروی نکن از آنچه که آنها میگویند، بلکه از شریعت پیروی نما، از اهوا، از فکر اندیشه های آنها پیروی نکن، در آنچه که آنها نمیدونند، جاهل هستند، نادان هستند. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین، آنها تو را در هیچ چیزی یاردم نمیکنند، غنی نمیگردونند، به درستی که ظالمان بعضی از آنها با بعضی دیگر کمک کننده و یاررسان هستند و الله ولی متقیان است. پس تو ای بنده الله بین دو امر هستی، یا اینکه دین صحیح رو پیروی نمایی، قرآن و سنت رو با اخلاص و اتباع رسول، یا اینکه از هوا و هوس دیگر چیزی سیمی آن نیست. در دام چی فرمود؟ فتفرق من الدین، از دین تو تفریقه میشوی در دین، فتخرج من الاسلام، پس از اسلام خارج میگردی. چون هر کسی که از هوا و هوس خود پیروی نمود فانه یفرق من الدین، از دین در دین تفریقه می شود، اگرچه که در راه طولانی هم باشد. باید در مخالفت نمودن هوا و هوس ما بی‌پروایی نکنیم، باید ما بزرگ بشماریم در پیروی از هوا و هوس تا که از دین دور نشویم، بیرون نشویم، و نه اینکه دین خود رو هوا و هوس خود قرار بدهیم. چون یک الله میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا ندیدی آن کسانی را که اله خود را، هوا و هوس خود را اله خود قرار دادن، فاضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه، الله او را بر علم گمراه کرد چون از هوا و هوس خود پیروی نمود، و بر قلب وی مهر زد، و بر گوش وی، بر شنوایی وی مهر زد، و بر قلب وی مهر زد، و جعل علی بصره غشاوه، و بر چشم وی پرده گذاشت. هوا و هوس خدای دیگر است. شرک منحصر نشده است در عبادت بت‌ها و هیکل‌ها و آدم‌ها و غیره، بلکه در آنجا چیز دیگری هست که او را هوا میگن، هوا و هوس میگن. گاهی میشد که انسان صنم و بت را عبادت نمیکند، درختان و سنگ‌ها را عبادت نمیکند، قبرها را عبادت نمیکند، ولیکن از هوا و هوس خود در همه چیز پیروی میکند. پس این بنده هوا و هوس خود شده است. بر انسان لازم است بر حذر باشد و پیروی نکند مگر آنچه که موافقت می‌نماید کتاب و سنت را. و سپس می‌فرماید شیخ که فانه لا حجت لك، بعد که برای تو هیچ حجتی نیست. فقط بین رسول الله، بعد که رسول الله بیان کرد لامته، برای امتش سنت را، و اوضحها لاصحابه، برای صحابگانش این را واضح روشن کرد. برای هیچ کس حجتی نیست در آنچه که از هوا و هوس خود پیروی نماید، چون بعد بیان گمراه شد. بعد علم افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی آن کسی را که هوا و هوس خود را اله قرار داد و اضله الله علی علم، الله اون رو با علم گمراه کرد. جاهل نبود، کتاب و سنت رو میدانست، اقوال اهل علم رو میفهمید، ولیکن هوا و هوس خود را که موافقت نکرد از آن روی گردانید و ترک کرد و گرفت آن چیزی که هوا و هوس خود را موافقتی مینماید. این از آن گمراهی، العیاذ بالله. پیروی از هوا و هوس خطر است. بر انسان است که بر حذر باشد از اتباع و پیروی هوا و هوس، چون بیشتری از مردم، حتی از طالب علمان که زبان عرب را خوب بلد هستند، از هوا و هوس خود پیروی کردند، گمراه کردند. از خوارج، از مرجع، از اشعری، از ماتریدی و هر طایفه‌ای که در این گرداب هستند گمراه شدند و گمراه کردند و هر چی را با فهم خود گرفتند، نه کتاب و سنت. متشابه را گرفتند، محکم را ترک کردند، گمراه شدند و گمراه کردند. الله سبحانه و تعالی بر پیامبرش داوود علیه السلام می‌فرماید که ولا تتبع اهواء، تو از هوا و هوس پیروی نکن، فیضلک عن سبیل الله، تو را از راه الله گمراه می‌سازد.
ان الذين يضلون عن سبیل الله، به درستی که آن کسانی که از راه الله مردم رو میزنن، لهم عذاب شدید، برای آنها یک عذاب شدید است. کسانی که از راه حق مردم رو میزنن چی بسا زیاد هستند، خیلی زیاد هستند. حتی در بین طالب علمانی که خود رو بر حق میگیرن که در گمراهی آشکار هستند، از این طایفه‌ای که حاضر بیان کردیم، از راه حق مردم رو میزنند، برای آنها عذاب شدید است، برای آنها که روز حساب رو هم فراموش کردند. برای همین ابن جوزی در یک مجلد بزرگ که نامش مذمت هوا هست وارد کرده است، دلیل ها، اقوال اهل علم رو و حکم آن رو و تحذیر از پیروی از هوا و هوس رو. برای همین واجب است بر انسان از هوا و هوس برحذر باشد. شاید انسان از سلامت بماند از عبادت بت‌ها، از عبادت سنگ‌ها، از عبادت درختان، از عبادت قبرها. این فضل الله است. توحید رو میفهمد، سنت رو میفهمد، ولیکن بر مسلمان هم لازم است که از اتباع و پیروی هوا و هوس خودم برحذر باشد. از معصیت بزرگی که او را به سوی هلاکت می‌کشند از اونم برحذر باشد. هوای خود رو، هوس خود رو تابع آنچه که کتاب و سنت آورده است تابع بگرداند. چون در حدیث آمده است که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. ایمان هیچ یکی از شما کامل و درست نمیگردد حتی هوای خود رو تابع آنچه که آوردن بنماید. در صحیح در 40 حدیث نبوی الاربعین ذکر شده است با اسناد صحیح. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی رو ترک نکرد مگر اینکه برای امتش بیان کرد. حتی بعضی از صحابگان کرام پرسیدند ما توفی رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله وفات نکرد، و طائر یقلب بجناحیه فی هوا، و پرنده‌ای که با پرهای خود در هوا میپرد، الا ذکر له منه علما، مگر اینکه از آن یک علم را برای ما بیان کرد. رسول الله هیچ چیزی را از آن علمی که بشریت بر آن نیاز دارند ترک نکرد. از آن چیزی که بندگان را به سوی الله نزدیک مینماید یا که بندگان را از کفر و ضلالت ها دور میکند مگر اینکه بیان کرد. درسته که رسول الله بیان کرد که اینی تارکم فیکم، من بر شما ترک نمایدم، این ما تمسکتم به، اگر شما بر آن چنگ بزنید، لن تضلوا بعد من با آن گمراه نمیشوید. کتاب الله، کتاب الله و سنتم است. و رسول الله امتش را بر این منهج صفیح که شبش مثل روز است گذاشته است. الله دینش را به واسطه پیامبر کامل کرد، نعمتش را بر این امت جاری کرده و پیامبر به درستی که همه این را به بهترین مقام و مکان بر همه جا رسانید، سنت را روشن کرد و صحابگان کرام آن را بر ما رسانیدند. و در حج ویدایش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الا هل بلغت، آگاه باشید آیا من نرسانیدم؟ قالوا نشهد انک قد بلغت، همه صحابه گفتند که ما شهادت میدهیم که به درستی که تو رسانیدی و نصیحت کردی ای رسول الله. و رسول الله گفتند اللهم اشهد، پروردگارا شاهدی بده، پروردگارا شاهدی بده. و قول مؤلف و هم جماعت و هم سواد الاعظم، آنها جماعت هستند، آنها سیاهی اعظم هستند. صحابه رضی الله عنهم آنها جماعت هستند، آنها اصل جماعت هستند. پس آنها بعد پیامبر بودند و بعد آنها کسانی که بعد آنها بودند آنها جماعت هستند. چون رسول الله گفت خیرکم قرنی، بهترین شما قرن من است. ثم الذين يلونهم، سپس آن قرنی که بعد من است. ثم الذين يلونهم، سپس آن قرنی که بعد من است. صحابه، تابعین و تبع تابعین، اینها را عصرهای مفضله میگن، عصرهای بهترین میگن در فضل. اینها جماعت هستند و هر کسی که بعد این 3 عصر آمد اینا تابع این جماعت ها هستند. پس هر کسی که آن اصلی که صحابه بر آن بودن و رسول الله بر آن بود و تابعین و تبع تابعین از آنها پیروی کردن آنها باش، پس وی با این جماعت است، وی در حق است. چون الله میفرماید که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، کسانی که سابقه اول داشتن از مهاجر و انصار، والذین اتبعوهم باحسان، و آن کسانی که با احسان از آنها پیروی نمودند. پس اینا جماعتی هستند که الله ما رو امر کرد که با همراه آنها باشین. پیامبر ما رو امر کرد با همراه آنها باشیم و ما رو رسول الله من کرد که آنها رو مخالفت نماییم. اینها انهم سیاهی بزرگی هستند که در حق هستند، در هدایت هستند. پس آن کسانی که این سلف صالح را صحابه و تابعین شأن آنها را پس می نماید، حق آنها را کم می نماید، آنها را تحقیر می نماید و بعضی از مردم تا اون دم از که میگه آنها مرد هستند ما مرد هستیم. هیچ مشکلی نیست که ما هم چیزی را پیدا نماییم و بر ما لازم نیست میگویند که ما از آن سلف پیروی نماییم، از اقوال آنها
به اقوال آنها عمل نماییم، این گمراهی است. اعوذ بالله. این تماما یک فصل دیگری است. چون اگر از این ما فاصله بگیریم هرگیز به حق نمیرسیم. پس همین کسانی که سلف را سیاه کردند، به نام سلفی، به نام وهابی و هر نام دیگری کردن و شأن صحابه و تابعین و تبع تابعین را پس کردن و پس زدن، بر این مبارزه آنها هیچ به حق نمیرسند، بلکه آنها گمراه شدند و هلاکت را انتخاب کردند و با راه هلاکت دعوت کردند و دعوت کرده ایستادند. چون امروز بسیار است از مذهب سلف، صحابه و تابعین و تبع تابعین آنها برحذر میکنند مردم را و رجوع کردن بر سوی آن حق، بر سوی صحابه و تابعین را منع میکنند. بلکه بعضی از مردم هستند میگن آن زمان دیگر گذشت، زمان آنها گذشت، زمان ابتکار نوآوری در دین است میگویند. به درستی که اینها رسمان اسلام را از گردن خود کشیدند. چون دین توقیفی است، با اتباع و پیروی از قرآن و سنت است، نه با ابتدا، با نوپیدایی و بدعت و ابتکار نوآوری ها. ابتکار نوآوری ها در صناعت ها می شود، در امور دنیا، از هر چیزی که هست، از زمین و تکنولوژی هر چیزی که هست برای منفعت دین دنیای مردم. اما دین در آن چیزی نوآوری نمی شود. بعد وفات رسول صلی الله علیه و سلم دیگه شریعت بسته شد، دین کامل گشت و عذر از هر کسی برداشته شد و از هیچ کسی هیچ دین پذیرفته نمیشه مگر دین رسول و اتباع و پیروی از او. و هر کسی در دین هر چیزی رو پیدا کرد با آن چیزی پیدا کرده در نزد الله جاوگر است. آن چیزی که برای آنها صلاحیت داشت آن دین امروز برای ما صلاحیت دارد. امام مالک چی از سخن زیبایی گفتن لا یصلح آخر هذه امه الا ما صلح اولها. آخر این امت نیک نمیشد مگر اینکه اول این امت نیک شود. آخر این امت را اصلاح نمیکند مگر آنچه که اول این امت را اصلاح کرد، آنچه که اول این امت را صالح کرد، نیکو کرد، راه هدایت برای آنها کشاد، این کتاب و سنت بود. از آخر این امت که ما هستیم با وعده ما نیک نمیشه مگر با سوی کتاب و سنت بازگشتن، نه با اتباع هوا بلکه با اقوال سلف صالح. و فرمود که والسواد الاعظم الحق و اهله، سواد اعظم این سیاهی اعظم حق هستند و اهل حق هستند، این هم اینا اهل حق هستند، متمسک بر آن هستند. و معنای سواد اعظم مجرد کثرت نیست، بل سواد اعظم، سیاهی اعظم، هر کس که در حق هست اگر چیزی کم هم باشند اینا سواد اعظم هستند. حتی اگر مردان کمی هم باشند، حتی یک نفر هم باشد، یک نفر بر حق هم باشد، وای امت است. بر کثرت نگاه نمی کنیم بلکه نظر می نماییم بر کی در حق است، چون اهل ضلالت بسیار بر کثرت است. چون الله می فرماید که و این تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر تو ای پیامبر پیروی نمایی بیشتر از آن کسی که در این زمین زیاد هستند تو را از راه حق میزنند. و الله میفرماید و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر تو تلاشت را هر چند هم بکنی آنها بیشتر از مردم آنها مؤمن هستند. و میفرماید و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، و بیشتر از مردم ما در این عهد دیدیم نیافتیم. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، بدرست که بیشتر از مردم ما فاسق یافتیم، در کفر و شرک و فسق و گمراهی یافتیم. و میفرماید و ان کثیرا من الناس لفاسقون، بدرستی که بیشتر از مردم در فسق هستند، فاسق هستند. پس بر کثرت ما مغرور نشویم بلکه در آنچه که آنها در حق هستند بر آنها باشیم. هر کسی که در حق است وای با جماعت است، اگر چند کم هم باشد یا زیاد هم باشد. پس حقیقت آنچه که بر حق باشد، در حق باشد، با کتاب و سنت با فهم سلف امت باشد. اگر چند زیاد هم باشند در باطل باشند پس آنها در باطل هستند. سپس می‌فرماید که فمن خالف اصحاب رسول الله فی شیء من امر دین، اگر هر کسی که اصحاب رسول الله در آن چیز از امر دین مخالفت نمود فقط کفر و کفر شد. پس کفر در اینجا احتمال از کفر اکبر باشد، احتمالش کفر اصغر باشد. و واسه بر آنچه که تو از دین مخالفت می‌نمایی فقط کفر، معناش اون است کفر اکبری که از دین خارج نماید مطلقاً، بلکه میشود که کفر اصغر باشد. پس المهم مخالفت نمودن سلف این کفر حساب نمی‌شود، اما کفر گاهی اکبر میشود که انسان از دایره اسلام خارج می‌نماید، گاهی اصغر میشود حسب آنچه که تو مخالفت نمودی. یا که مراد از این اگر در اول امر تا اگر اون را چیزی اندک کردم اگر مخالفت نمودی، چون که بیان کردم در اول در اصول دین، در امور ارکان اسلام
انکار ارکان اسلام، انکار ارکان ایمان و غیر آنچه که معلومی در این به ضرورت است، یا که در اول از چیزهای خرد مخالفت نمودی، آیسته آیسته بر چای کلان هراسته که از این خارج شدی بالکل. پس شیطان، هوای نفس اماره بسو، انسان را از راه حق به هر حال میزند و انسان را از این راه حق گمراه میسازد. در اینجا توقف می نماییم از این کتاب مبارک و سپس میفرماید که اعلم بدون که مردم لم یبتدعوا بدعتا قد، هیچ بدعتی رو پیدا نکردن، حتی ترکوا، حتی اینکه سنت رو در آن ترک نمودن، یعنی که هیچ بدعتی پیدا نشد مگر اینکه در مقابل وی بدعتی ترک شد. گفته از اینجا، از این نقطه درس دیگر ان شاء الله که ما با درس رو ادامه میدهیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.